دیگر نگران نباش. تو در زندگی ضربه‌ای خورده‌ای و تنها کاری که انجام می‌دهی این است که همواره به آن می‌اندیشی و نگران هستی. آیا فراموش کرده‌ای که من اینجا هستم تا تمام بارهای تو را به دوش خود بکشم؟ یا از اینکه در برابر مشکلات کوچکی که بر سر راهت قرار می‌گیرند خود را ببازی و نگران باشی لذت می‌بری؟ آن را در لیست قرار بده. کاری باید انجام شده یا به آن رسیدگی شود. آن را در لیست کارها قرار بده. نه در لیست خودت. آن را در لیست کارهای من قرار بده. بگذار من آن کسی باشم که به این کار رسیدگی می کند و مشکلت را حل کنم. تا زمانی که آن را کامل به من محول نکنی نمیتوانم کمکی به تو بکنم. هرچند لیست کارهای من بسیار طولانی است، اما آخر من خدا هستم. من قادرم هر کاری که به من واگذار میکنی را انجام دهم. در واقع اگر حقیقت را بخواهی من پیش از این هم بسیاری از کارهای تو را انجام دادم بدون اینکه خودت هرگز از آن خبر داشته باشی. به من اعتماد کن. به محض اینکه بارهایت را به من سپردی دیگر آنها را پس نگیر. به من اعتماد کن. ایمان داشته باش که من به تمام نیازها و مشکلات تو رسیدگی می کنم. آیا با فرزندت مشکل داری؟ آن را در لیست من قرار بده. آیا مشکل مالی داری؟ آن را در لیست من قرار بده. آیا از فراز و نشیب‌های احساسی خود در رنج هستی؟ به خاطر من آن را در لیست من قرار بده. من می‌خواهم به تو کمک کنم. تمام آنچه که تو باید انجام دهی درخواست کردن است. آن را رها کن. صبح که از خواب بیدار میشوی با خودت نگو من امروز احساس میکنم قوی تر هستم. فکر میکنم میتوانم این کار را از اکنون به دست گیرم. چرا احساس میکنی که اکنون قوی تر هستی؟ ساده است. چون تو بالهایت را به من سپرده ای و من مسئولیت آنها را به عهده گرفتم. من همچنین قوا و قدرت تو را نیز تجدید کردم و تو را در صلح و آرامش خودم فرا میگیرم. هیچ میدانی اگر این مشکلات را به تو بازگردانم به عقب و درست به همان جایی که شروع کردی باز خواهی گشت. آنها را به من بسپار و فراموششان کن. فقط بگذار من کار خودم را انجام دهم. با من حرف بزن. من از تو میخواهم که بسیاری از چیزها را به دست فراموشی بسپاری. فراموش کن آن چیزهایی که تو را ناراحت میکرد. نگرانی ها و دلخوری ها را فراموش کن، زیرا اکنون تو میدانی که همه چیز تحت کنترل من است. اما یک چیز هست که میخواهم هرگز فراموش نکنی. از تو میخواهم صحبت کردن با من را فراموش نکنی. با من صحبت کن. من عاشق تو هستم. من میخواهم که صدایت به کرات شنیده شود. میخواهم به من از دوستان و خانواده‌ات بگویی. در حقیقت دعا گفتگوی تو با من است. میخواهم عزیزترین دوست تو باشم. ایمان داشته باش. من بسیاری از چیزها را از این بالا میبینم که از جایی که تو هستی قادر به دیدن آنها نیستی.
ایمان داشته باش که من بر آنچه که انجام میدهم واقف هستم. به من اعتماد کن. نیازی نیست آنچه را که من میبینم تو نیز ببینی. من همواره از تو مراقبت میکنم و نیازهایت را برآورده خواهم کرد. فقط باید به من اعتماد کنی، هرچند که کارهای من بسیار مشکلتر و بزرگتر از توست. به نظر می رسد که تو در انجام همین کار ساده هم مشکل زیادی داری. اعتماد کردن چقدر مشکل است؟ با دیگران مشارکت داشته باش. زمانی که تنها 2 سال داشتی به تو یاد دادند آنچه را که داری با دیگران قسمت کنی. این کار را از چه زمانی فراموش کردی؟ آن قانون همچنان به قوت خود باقی است. آنچه که داری را با آنان که کمتر از تو خوشبخت هستند سهیم شو. شادی‌هایت را با آنان که به دلگرمی نیاز دارند تقسیم کن. خنده‌هایت را با آنان که مدت هاست صدای خنده‌ای نشنیده اند تقسیم کن. اشک‌هایت را با آنان که گریستند تقسیم کن. ایمانت را با آنان که ایمان ندارند سهیم شو. صبور باش. چنان برنامه ریزی کردم که تنها در طول یک دوره زندگیت تجربه های گوناگون بسیاری را داشته باشی. از کودکی رشد کردی و جوان شدی. صاحب فرزند شدی. بارها شغل خود را عوض کردی. حرفه های زیادی یاد گرفتی. به جاهای زیادی سفر کردی. هزاران نفر را ملاقات کردی و تجربه های زیادی اندوختی. حال چطور وقتی کاری که من باید انجام دهم کمی بیش از انتظار تو وقت میبرد این گونه بیتابی میکنی؟ به زمانبندی من ایمان داشته باش، چرا که زمانبندی من بی عیب و نقص است. فقط به خاطر اینکه کل جهان را در 6 روز آفریدم همه فکر میکنند من همیشه باید عجله کنم. مهربان باش. با دیگران مهربان باش، زیرا من آنها را نیز به اندازه تو دوست دارم. ممکن است آنها مانند تو لباس نپوشند یا مانند تو صحبت نکنند یا به شیوه تو زندگی نکنند، اما با این حال من عاشق همه شما هستم. لطف کن تا سعی کنی به خاطر من با آنها مدارا و سازش کنی. من هر کدام از شما را به گونه‌ای متفاوت آفریدم. اگر همه شما مثل هم بودید بسیار خسته کننده میشد. بدانید که من هر یک از این تفاوت‌هایتان را دوست دارم. عاشق خودتان باشید. اینقدر که من عاشق شما هستم، چطور می توانید خودتان را دوست نداشته باشید؟ تنها به یک دلیل شما را خلق کردم که به شما عشق بورزم و شما هم به من عشق بورزید. من خدای عشق هستم. مرا دوست داشته باشید. همسایه هایتان را دوست داشته باشید. اما خودتان را هم دوست بدارید. زمانی که میبینم از دست خودتان عصبانی و خشمگین هستید و امور خوب پیش نمی روند، قلبم به درد می آید. شما برای من خیلی گرانبها و ارزشمند هستید. با عشق، بابا.